لخت شدن زن کانیه وست در مراسم گرمی 2025. کانیه وست یکی از جنجالی ترین چهره های هیپ هاپ در دهه اخیره. اون که به همراه همسرش شامگاه یکشنبه بر فرش قرمز مراسم اهدای جایزه گرمی حاضر شد، به دلیل برهنه شدن از مراسم اخراج شد. همسر اون ابتدا پالتو سیاه بلندی بر تن داشت، اما ناگهان پشت به خبرنگاران وایساد و پالتوش رو از تنش در آورد و در مقابل دوربین خبرنگاران کاملا لخت شد. 5 از آهنگای اون توی صد آهنگ برتره. کانیه وست کلا همیشه شخصیت جنجالی بوده، از اعتراضش توی مراسم MTV علیه سویفت گرفته تا اظهار نظرهای سیاسی و مذهبی. حالا بعضیا معتقدن که کانیه وست همسرش رو به زور به این کار وادار کرده. خیلی دیگه از کاربران هم از ایجاد قانون برای لباس پوشیدن توی فرش قرمز صحبت کردن. حالا به نظر شما این کارو یعنی چی؟ یعنی برای جذب ویو این کارو میکنن یا چیز دیگه ای هست؟ برای دریافت فایل کامل و بدون اسپانسر این داستان به کپشن مراجعه بکنید و خوشحال میشم که کانال ما رو سابسکرایب بکنید و این یکی ویدیوی ما رو هم تماشا کنید.